السلام علیکم دوستان و بینندگان محترم. خیلی شد که ویدیو نکردیم، ویدیوی نو نکردیم در یوتیوب کانال. بسیار سوال ها شدن، ما سوال ها رو خوندیم، البته در کامنتاری ها جواب گفتیم، لکن متاسفانه فرصت مناسبی نبود که ما برای شما یک ویدیو پیشکش کنیم. آید این سوال ها، اساسی سوال ها هم خیلی که ما چه رویم به بریتانیا، ما چه ویزا گیریم. خب دوستان، سوال ها بسیار فهما و روشن هستند. آدمایی که می نویسند که چه ویزا گیریم، هدف آنها یعنی مقصد آنها آن است که چگونه ما به بریتانیا رویم. خب دوستان، ویزا را برای گرفتنش اول شما به شرکت های افیциال در کار، کمپانی هایی که باوری هستند به مانند اگریچر. حاضر اگریچر فعالیتش بسیار محدودیت دارد، تنها شهروندان قزاقستان قبول کرد. در این حال فروتفول جابز هم اینچنین. خب دوستان، درباره شرکت کیسپا سخن میگیم. شرکت کیسپا هم این یکی از شرکت های هست که به مانند اگریچر یا اینکه فروتفول جابز در سوم و چهارم جامعه است، خیلی به محدودیت قبول میکند. از جمله شهروندان قزاقستان و تاجیکستان هم در همین شرکت حجت سپاریده. طریق همین شرکت آمدگی هستند به ولیک بریتانیا. همین شرکت کیسپایی که در کامنتاری ها میگوید، همین حقیقتا بچه ها بسیاری ها طریق همین شرکت ویزا گرفته به ولیک بریتانیا آمدن. نه که عین حال بسیار انکیت ها سپاریدگی در همین شرکت، حالی جواب نامده. تخمینا 4 ماه 5 ماهی که من خبر دارم به طریق همین الکترونی پوچتایی که انکیت پر کردگن هست خبر نامساده. قبلا البته بسیار آدم می اومدن. خب دوستان، درباره چه خیل اومدن به ولیک بریتانیا با دیگر ویدیوهای من هستند در همین یوتیوب کانالم. نویسید، میبرد حتما جوابای پوره هستند، جوابای کوتاه و پوره. نه وقت شما رو میگیریم نه وقت خودم ما رو. خب دوستان، اگر سوال های شد یا اینکه نافهمی های شد من فهمونده نتونستم، حتما در کامنتاری ها نویسید. من ویدیوی نو میکنم قدرت به توانایی، یا اینکه در کامنتاری ها به شما جواب میگم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.